برای چی ما بچه هامونو میفرستیم مدرسه؟ برای آگاهی، برای یاد گرفتن. خیلی ها بچه هاشونو میفرستن میگن برو مهندس بشو، برو دکتر بشو. ولی آیا کسی میگه برو انسان بشو؟ آیا کسی میگه برو یاد بگیر که چجور از خودت مراقبت کنی؟ به خاطر اینه شعار این برنامه امروز اینه: بابا نان داد، بابا آب داد، ولی بابا یاد نداد. بابا چرا یاد نداد؟ برای اینکه ناآگاه بود، برای اینکه نمیدونست، برای اینکه نمیخواست بدونه، برای اینکه اون غرورهای پدرانه که من میدونم، من بلدم، اجازه نداد بره یاد بگیره. شاید پدر مادر او هم نمیدونسته، بهش یاد نداده.